سلام دوستان خوبم، حالتون چطوره؟ امیدوارم که خوب باشید و روزگار بر وفق مرادتون باشه. امروز میخوام انیمه ای رو معرفی کنم که خیلی دوستش دارم و بعد از بابا دراز این دومین انیمه ای است که سراغش رفتم. همین دیروز داستان شیرینی داره، اما خیلی ساده و آروم میگذره و در واقع هیچ نقطه اوجی توی داستان نداریم. زمانی که تایکو در 27 سالگی تصمیم میگیره برای تعطیلات به سفر بره و در واقع به یک منطقه روستایی میره، ناخواسته خاطراتی از دوران 10 سالگیش به یادش میاد. دقیقا همون سالها وقتی تعطیلات تابستونی شروع شده بود و دوستان و همکلاسیاش به جاهای مختلف میرفتن، اون و خانوادهش جایی رو نداشتن که برن و میخواستن توی توکیو بمونن. اما برای اینکه دل تایکو که کوچکترین عضو خانواده بود نشکنه، مادر بزرگشون رو به منطقه‌ای میبره که آبهای گرم داشت. ما در طول این سفر و همینطور بعد از رسیدن به مقصد، گذشته تایکو و روابطش با دوستانش و خانوادهش رو میبینیم و لحظه های فوق العاده معمولی رو پشت سر میذاریم که ممکنه برای همه ما اتفاق بیفته. مثلا زمانی که توی مدرسه بود، پسری بهش علاقه‌مند میشه و بعد از مسائلی که حالا براش پیش میاد، اون هم احساس میکنه این پسری که از کلاس دیگه است رو دوست داره. اما این فقط یه گریز عاطفی ساده است و ما دنباله این رابطه رو نمیبینیم که چه سرانجامی داره. یه جورایی میشه گفت عشق دوران کودکی به حساب میاد که با همه خامی ها و معصومیت هاش شیرین بود و حالا بیشتر از این که بخواد براش جدی باشه، تایکو رو به خنده میندازه. البته این خاطرات همیشه خنده‌دار نیستن، ممکنه حتی تلخیشون بعد از تمام این سالها توی دلش سنگینی کنه، اما به هر حال اتفاقایی هستن که باهاش موندن. مثلا زمانی که به خاطر یک کیف با خواهر بزرگترش لج میکنه و برای رفتن و نرفتن به مراسم سرتقبازی در میاره و پدرش بهش سیلی میزنه، این درد هنوز ولش نکرده. شاید چون به قول خودش از اونجایی که بار اول و آخری بود که پدرش به اون شکل تنبیهش کرد، نتونست فراموشش کنه و اتفاقا به صحنه تاثیرگذاری توی انیمه تبدیل میشه. سکوت و سنگینی پدر، تنها مرد خانواده، در کل فیلم به چشم میاد. مردی که کم حرف میزنه و وقتی نظرش رو اعلام میکنه، بقیه اعضای خانواده ازش حساب میبرن و روی حرفش حرف نمیزنن. شاید در وهله اول خودسرانه به نظر بیاد، اما از اون طرف میبینیم به عنوان پدر خانواده حق داره مراقب بچه‌هاش باشه که در چه مسیری قدم میذارن. گرچه گاهی دیدگاه‌های سنتی داره که برای همه ما آشناست. مثلا زمانی که تایکو در تئاتر مدرسه میدرخشه و شخصی به خونش میاد که اون رو به تئاتر دیگه ببره، با وجود موافقت کل خانواده، پدر مخالفت میکنه و صلاح نمیدونه. با مزه اینجاست که خود تایکو هم حالا نظر پدرش رو تایید میکنه و از این تصمیم، از این اتفاقی که براش افتاد راضیه. حالا علت این که بقیه اعضای خانواده فکر میکردن شاید بازیگری برای تایکو مناسب باشه اینه که ریاضیش اصلا خوب نبود. به نظر میرسه که اتفاقا اگه مربی خوبی میداشت تا حالا براش مسائل رو باز کنه، میتونست در این درس نمره عالی بگیره. چون در طول فیلم میبینیم که در واقع تایکو آدمی است که به عمق مسئله میره و دقیق میشه. یعنی اگه بچه های دیگه طبق یک فرمول مشخص که در کلاس یاد گرفتن مسائل ریاضی رو حل میکنن، اون باید حتما مسئله رو درک کنه تا بتونه جواب درست رو بنویسه و کسی نیست که این چیزها رو براش باز کنه. بنابراین این روحیه لزوما به معنای خنگی طرف نیست، بلکه میتونه نشانه هوش بالای فرد هم باشه. در این مدت که تایکو توی روستا و پیش یه خانواده روستایی اقامت داره، مرد جوانی به نام توشیو که چند سالی ازش کوچکتره اونجا زندگی میکنه.
یعنی پسر خانواده است و با هم این طرف و اون طرف میرن. در واقع پسر بزرگ خانواده است و یک دلبستگی بینشون شکل میگیره که البته پر از تردیده، تا اینکه شب قبل از رفتن مادر بزرگ خانواده به تایکو میگه چرا همونجا نمیمونه و با توشیو ازدواج نمیکنه. تایکو ناراحت میشه چون هیچ وقت تصور نمیکرد یه روز بخواد توی روستا و با یه پسر روستایی ازدواج کنه. اما مدت کمی که سپری میشه میبینه زندگی در محیط طبیعی رو دوست داره و توشیو هم پسر بدی نیست. شاید علت ناراحتیش غیر منتظره بودن تقاضای مادر بزرگ، یعنی فرد مسن و با تجربه خانواده بود، یا شاید چون توقع زیادی از زندگی یا روابط عاطفی و عاشقانه داشت. این سوال رو احتمالاً همه ما از خودمون میپرسیم که فرد مورد نظرمون چطور باید باشه یا نباشه، و بعد وقتی که شخصی وارد زندگیمون میشه و باهاش آشنا میشیم تمام اون انتظاراتمون رو زیر و زبر میکنه و ممکنه به خودمون بگیم چرا که نه. درسته که اون شخص با انتظارات قبلی ما خیلی فاصله داره، ولی چرا که نه. تایکو هم هیچ توقع نداشت در این نقطه از زندگیش با پسری که چند سال از خودش کوچیک‌تره ازدواج کنه، یا حالا هر علت دیگه ای. اما بعد از پیشنهاد مادر بزرگ توشیو رو از یه زاویه دیگه به چشم همسر نگاه میکنه و یه جورایی نظرش تلطیف پیدا میکنه. جالب اینجاست که زمانی که از همه خداحافظی میکنه و این خانواده ساده و صمیمی رو ترک میکنه، لحظاتی بعد متوجه میشه که اگه بره دیگه شاید این فرصت رو نداشته باشه و رابطه با توشیو رو برای همیشه از دست بده. به همین خاطر در ایستگاه بعدی پیاده و سوار قطار دیگه ای میشه تا برگرده پیش توشیو. همین دیروز یکی از ساده ترین و در عین حال دیدنی ترین انیمه هایی بود که تماشا کردم. یادم میاد دقیقا زمانی که 27 سالم بود این فیلم رو دیدم و خیلی دوستش داشتم. همونطور که اشاره کردم داستان هیچ نقطه اوجی نداره و همه چیز ساده پیش میره. دقیقا همون اتفاقهای معمولی که برای همه ما در دوران کودکی یا جوانی پیش میاد رو به صورت انیمه در آوردن. ماجراهایی مثل عشق دوران کودکی، نمره کم گرفتن، جر و بحث با خواهر و برادرهای دیگه، تنبیه شدن و حالا غیره و غیره. حتی خیلی برام جالب و قشنگ بود زمانی که پیش خانواده روستایی رفته بود به شغل این خانواده هم اشاره میکنن که برنجکاری میکردن و رنگ طبیعی هم برای پارچه تولید میکردن و فرایند تولید رنگ رو نشون دادن. حالا به عنوان سنتی که در بخشی از ژاپن هنوز وجود داره و ممکنه تا چند سال آینده این سنت ها کامل نابود بشن. سازندگان این انیمه با ظرافت نشون میدن زندگی در شهر هیچ مزیتی بر زندگی روستایی نداره و اتفاقا مردم روستا آسوده تر، راحت تر و شاید حتی خوشبخت‌تر باشن به خاطر همنشینی و همزیستی با طبیعت و جانورهای دیگه. تماشای این فیلم یا در واقع انیمه با تماشای آثار دیگه متفاوته. اگه دنبال ماجراهای پر سر و صدا یا بزن و بکوب هستید شاید توی ذوقتون بخوره. به نظرم این فیلم رو باید در یک موقعیت مناسب یا زمانی که همه چیز آرومه تماشا کنید تا دلچسب‌تر باشه. از اون دست فیلماییه که آدم رو صبور میکنه و تأثیر مثبتی روی آدم میذاره. برای من که اینطور بود. امیدوارم برای شما هم سازنده باشه. ممنون که تا اینجا من رو همراهی کردید و خوشحال میشم نظرها و پیشنهادهاتون رو با من مطرح کنید. اگه انیمه هایی مشابه این اثر دیدید حتما معرفی کنید، چون واقعا آثار این چنینی رو دوست دارم و از تماشای این قبیل انیمه ها خیلی لذت میبرم.
سرتون رو بیشتر از این درد نمیارم. براتون آرزوی موفقیت میکنم تا برنامه بعد.